سلام و درود به کاربران سایت وانیکسبت. در این ویدیو قصد داریم برداشت در سایت وانیکسبت رو بررسی کنیم و انواع روش برداشت رو بهتون معرفی کنیم. تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. ابتدا برای اینکه وارد قسمت برداشت در سایت وانیکسبت بشید، اگر از طریق اپلیکیشن اقدام می‌کنید، روی گزینه منو کلیک کنید، روی آیکون ستینگ بزنید و روی گزینه برداشت کلیک کنید. در اپلیکیشن وانیکسبت در این قسمت میتونید جایزه خودتون رو برداشت بزنید. برای اینکه از طریق سایت وارد قسمت برداشت بشید، ابتدا وارد اکانت خودتون بشید، روی پروفایل خودتون کلیک کنید. در این قسمت روی برداشت از حساب کلیک کنید. در این صفحه انواع روش‌های پرداخت رو می‌بینید و از طریق هر روشی که خواستید میتونید جایزه خودتون رو برداشت بزنید. قبل از بررسی روش‌های برداشت در وانیکسبت، لازمه مهمترین قوانین برای برداشت رو بدونید. برداشت در سایت وانیکسبت دو شرط مهم داره. اولین شرط این است شما باید با روشی که حسابتون رو شارژ کردید اقدام به برداشت جایزه کنید و شرط دوم این است حتما موجودی که قصد برداشت اون رو دارید رو گردش داده باشید. در سایت وانیکسبت سه دسته از درگاه برای برداشت جایزه وجود داره. دسته اول درگاه‌های بانکی هستند که با عنوان حواله بانکی شناخته میشن و متعلق به سیستم‌های بانکی کشورها هستند. دسته دوم درگاه‌های رمز ارز هستند که تنوع بسیاری دارن و شما میتونید در این دسته از درگاه جایزه خودتون رو با استفاده از ارز دیجیتال برداشت کنید. دسته سوم درگاه‌های کوپن‌های الکترونیکی هستند که به واسطه اونها میتونید کدهای دارای اعتبار رو برداشت بزنید و در صرافی‌های آنلاین اونها را نقد کنید. در سایت وانیکسبت در دسته حواله بانکی در حال حاضر برای ایرانیان هیچ درگاهی وجود نداره و شما نمیتونید با استفاده از ریال جایزه خودتون رو برداشت کنید. در حال حاضر فقط یک درگاه بانکی وجود داره که اون هم برای کاربران ایرانی در داخل کشور ترکیه هست. در صورتی که هر یک از درگاه‌های بانکی برای برداشت ریالی در سایت فعال شد، ما از طریق چنل تلگرام یا سایت به شما اطلاع میدیم. دومین روش برداشت در سایت وانیکسبت مربوط به درگاه‌های ارز دیجیتال هست. روش‌های برداشت از سایت وانیکسبت با استفاده از ارز دیجیتال بسیار متنوع هستند. در وانیکسبت 44 درگاه رمز ارز برای برداشت وجود داره. از این 44 درگاه مختلف ارز دیجیتال، 6 درگاه متعلق به ارز تتر هستند، 2 درگاه متعلق به ارز دای و یک درگاه برداشت UST کوین هم وجود داره. من یه توضیح قبل از هر چیزی راجع به این ارزها بهتون بدم. ارزهای دای تتر و UST کوین ارزهایی هستند که جزو دسته استیبل کوین ها قرار دارند و پشتوانه دلاری دارند، یعنی اینکه نرخ اونها برابر هست با قیمت دلار و میتونید روی شبکه‌های مختلفی هم این ارزها رو برداشت کنید. در وانیکسبت ارزهای دیجیتال بهترین و محبوب‌ترین روش برای برداشت هستند. برداشت از طریق رمز ارزها با مزایای بسیار زیادی همراه است. از بین اونها میتوان به امنیت بالا، ناشناس بودن، کارمزد خیلی کم نسبت به برداشت با کدهای الکترونیکی، نرخ دلاری و حفظ ارزش پول، سرعت تراکنش بالا و محدودیت کم نسبت به روش‌های دیگر در مبلغ برداشت اشاره کرد. به دلیل اینکه ارزهای دیجیتال همتا به همتا هستند و دولت‌ها و بانک‌ها هیچ دخالتی در آنها ندارند، هویت شما با استفاده از این روش تراکنش کاملا مخفی می‌ماند. اگر قصد دارید از طریق ارز دیجیتال جایزه خودتون رو برداشت کنید، به دلیل اینکه تراکنش با استفاده از رمز ارز ترون با کارمزد کم و سرعت بالایی انجام میشه، ما این شبکه رو بهتون پیشنهاد میدیم. اگر قصد دارید از طریق ترون جایزه خودتون رو برداشت کنید، ابتدا روی آیکون برداشت از طریق ترون کلیک کنید. در اینجا به ما توضیح داده شده که برای برداشت حتما از شبکه TRC20 یا بهتر از بگیم شبکه خود ترون استفاده کنید و از شبکه‌های مثل BP2 و ERC20 استفاده نکنید. توجه داشته باشید که اگر هنگام برداشت ارز ترون از هر شبکه بجز TRC20 استفاده کنید، تمام مبلغ برداشتی شما از دست خواهد رفت. پس هنگام برداشت حتما دقت کنید که برای برداشت از یک ولت با آدرس TRC20 استفاده کنید. روی تایید کلیک کنید. در اینجا حداقل مبلغ و حداکثر برای برداشت جایزه رو می‌بینید. حداقل مقدار برداشت از طریق ارز ترون 50 ترون معادل 1,100,000 تومان است و حداکثر مبلغ برای برداشت با استفاده از ترون معادل 11 میلیارد تومان هست. برای اینکه از طریق ارز ترون برداشت خودتون رو انجام بدید، ابتدا وارد صرافی یا ولت خودتون بشید و آدرس کیف پول مقصد رو کپی کنید. برای برداشت جایزه من از کیف پول ترانسفرت استفاده می‌کنم. بعد از ورود به کیف پول خودم وارد قسمت رمز ارز TRX میشم.
روی دکمه رسیو یا دریافت کلیک میکنم. با کلیک روی دکمه کپی آدرس کیف پول مقصد رو کپی میکنم. بعد از کپی کردن آدرس کیف پول مقصد ترون خودتون به سایت برگردید. در کادر اول میتونید مبلغی که قصد برداشت اون رو دارید رو وارد کنید. برای مثال من مبلغ 2 میلیون تومان قصد برداشت دارم. توی کادر دوم باید آدرس کیف پول مقصد رو وارد کنید. آدرس کیف پول مقصد رو اینجا پیست میکنیم. در نهایت روی دکمه تایید کردن کلیک کنید تا فرایند برداشت انجام بشه. بعد از کلیک روی دکمه تایید کردن، درخواست شما با موفقیت برای برداشت ارسال میشه. بعد از درخواست برداشت، کمتر از 5 دقیقه جایزه به حساب ما واریز میشه. در برداشت با ارز دیجیتال، برای تبدیل رمز ارز به ریال، شما نیاز نیست کالمزد زیادی به صرافی‌ها پرداخت کنید و نسبت به روش‌های مثل پرفکت مانی، هات ووچر و پریمیوم ووچر خیلی به صرفه تر است. علاوه بر این، نرخ تعیین قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از دلار هست. به همین دلیل ارزش دارایی شما حفظ میشه. حد اکثر و حداقل مبلغ برداشت با استفاده از رمز ارزها توی درگاه‌های مختلف متفاوت است. توی قسمت دیسکریپشن همین ویدیو ما بهترین رمز ارزها رو با حداقل مبلغی که میتونید برداشت کنید رو بهتون معرفی کردیم. سومین دسته از درگاه‌ها برای برداشت در سایت وانکسبت درگاه‌های کدهای اعتباری الکترونیکی هستند. در حال حاضر با کوپن‌های الکترونیکی پریمیوم ووچر، هات ووچر و یو ووچر میتونید جایزه خودتون رو در وانکسبت برداشت کنید. یکی از شروط اصلی برداشت با استفاده از کوپن‌های الکترونیکی این هست شما با هر نوع کدی که حساب خودتون رو شارژ کرده باشید، با همون نوع کد باید جایزه خودتون رو برداشت کنید. برای مثال اگر از طریق هات ووچر اقدام به شارژ حساب کرده باشید، از طریق هات ووچر هم میتونید جایزه خودتون رو برداشت کنید. یکی دیگه از شروط استفاده از کوپن‌های الکترونیکی برای برداشت این هست شما شماره تلفن خودتون رو توی قسمت مشخصات کالبریتون فعال‌سازی و تایید کرده باشید. در صورتی که شماره تلفن خودتون رو توی اکانتتون تایید نکرده باشید، امکان استفاده از درگاه‌های کوپن‌های الکترونیکی برای شما وجود نداره. کوپن‌های الکترونیکی مثل ارزهای دیجیتال استیبل کوین پشتوانه دلاری دارن و نرخ اونها برابر با قیمت دلار هست. برای برداشت از طریق کوپن‌های الکترونیکی، برای مثال اگر من حساب خودم رو با استفاده از یو ووچر شارژ کرده باشم، روی این گزینه کلیک میکنم. در کادر اول میتونید مبلغ خودتون رو برای برداشت وارد کنید. در کادر دوم باید ایمیل خودتون رو وارد کنید که کد دارای اعتبار به ایمیل شما فرستاده بشه. توجه کنید که در کادر دوم حتما ایمیل خودتون رو به طور صحیح و دقیق وارد کنید. در صورتی که ایمیل خودتون رو اشتباه وارد کنید، کد دارای اعتبار به یک ایمیل دیگه فرستاده میشه. بعد از وارد کردن ایمیل خودتون توی کادر دوم، کافیه روی دکمه سبزرنگ تایید کردن کلیک کنید که برداشت شما انجام بشه. بعد از برداشت جایزه با استفاده از کوپن‌های الکترونیکی، یک کد حاوی اعتبار به ایمیل شما فرستاده میشه که میتونید اون رو توی صرافی‌های ایرانی به ریال تبدیل کنید. به انتهای این قسمت از آموزش‌های وانکسبت رسیدیم. جهت حمایت از ما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله هم فعال کنید. برای حمایت بیشتر از ما، سایر شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.